کلمه است که هم دوست می‌داریم و هم دوست نمی‌داریم. کار. آدمانی کلان کار را دوست نمی‌دارن. همیشه خسته‌اند از کار. و امروز بینندگان عزیز در همین موضوع صحبت داریم. درود به شما. کار چیست؟ کارگاه چیست؟ چرا ما آنجا می‌رویم؟ آنجا چگونه محیط است؟ آنجا همکاران با ما دوستند یا دشمن؟ ما با آنها در حالت راحت و امنیت قرار داریم یا نه؟ در کارگاه کی هستند؟ راهبرها هستند، وزیر دست‌ها هستند. اینها کی هستند؟ آنها با ما چه لازمند؟ میخوام امروز در اطراف همین موضوع صحبت کنم. خاصه که یکی از دوستان من این موضوع رو از ما خواهش کرد که میخوام بدونم که مناسبت در کارگاه چگونه باید باشد که آدم راحت باشد. یک کلمه دشوار وزن هست با نام حسد. یک کلمه جوره دیگرش هم هست رقابت. گپ در سر اون است که وقتی که ما به کارگاه میرویم ما باید دانیم که به کجا میرویم. و کارگاه همه گونه کارگاه جایی است که رقابت وجود دارد و اون حسد رو به وجود می آورد، بیدار می کند. وقتی که شما به کارگاه می روید انسان باید بداند که کارگاه جایی است که آدمان زیاد با امیدهای خودشان آمدند. امیدهای یک از شاید شهرت یافتن باشد، امید یک از ثروت یافتن باشد، امید یک از درآمد دائمی معتدل هر روزه باشد، امید یک از تنه دوست و دشمن، حق و همسایه، خویش تبار، زن و فرزند خلاص شدن باشد. من کار کرده استودم. و وقتی که ما در کارگاه داخل میشویم ما امیدوار هستیم که آنجا همه یارو دوستای ما هستند. زیرا ما سر یک دسترخوان بعضا می نشینیم، با هم چای می نوشیم، بعضا استراحت ها یک جایه می رویم، ما جشن ها رو یک جایه با هم قید میکنیم، سفرهای یک جایه داریم و غیره و غیره و کسا. و ما سخت امیدواریم که اینها ما رو قرین میگردونند. ولی در کارگاه نه. شما در کارگاه نه دوست دارید نه دشمن. شما فقط همکار دارید. همکار شما امروز شما برابر رفته استودید، یک کس به خلال نمیرساند و نسبت شما مناسبتش دوستانه میتواند باشد. ولی شما یک قدم پیش رفتید، همون یک بردنانی که دو کس رفته استوده بودید برای آن شما پیشتر گرفتید، آن آدم هم امید داشت و او میرنجد و یک چیزی بسیار عجیب روی میتید. مثلا به شما این ماه من نمیدونم مکافات پولی دادند، از بس که مبلغ کارخانه کم بود گفت که ماه دیگر به دیگران. ولی یک نفری که در بر شما نشسته است و هم از مکافات پولی امید داشت، شاید خراجاتش زیاد بود، شاید امیدش بیشتر بود، ضرورتش سخت بود و شاید آبرو میخواست. او نمیتواند به نزد راهبر برود و از گریبان راهبر دارد چی با من به فلان چه دادید من به ندادید. برای این جرأت هم ندارد. نسبت با راهبر ویران کردن ممکن نه، این خطرناک است و میتونه ماه دیگر هم شما محروم کند از مکافات پولی. پس روی میتید همون چیزی که باید روی تید. رنجش، نفرت، غضب، حسد روانه میشود با اون نفری که گرفت. مسئله رو اینجا حل شد ولی او با بالا دو گرفت کردن نمیتواند، دعوا کردن نمیتواند. ولی غضب جای باید رود، رنجش باید ابیکت خودش روی بود و او اون رو روانه میکند با اون همکار موفق خودش. دیروز اینها دوست بودن، یک جای چای سمبوسه میخوردن، امروز میبینید که رفیق کیفش پریدگی، مناسبتش ویران، سلام علیکش صمیمیت ندارد و غیره و کسا. و این چیز رنجیدن لازم نیست. شما به نظر بگیرید که کارگاه همیشه جای رقابت است. کی نفری که هستن آدمانی که حسد ندارن، رقابت ندارن، ولی این گونه آدمان خیلی کم هستن. این آدمان هستن که ما اونها رو آدمای برکمال میگیم، آدمی که همت و محبت داخلیشون خیلی زیاد است. این گونه آدمان در کجای نباشن، خواه همکارتون باشن، ها همسایه‌تون باشن، ها دادر و برادرتون باشن، از موفقیت شما خرسند میشن و در موفقیت همکارشون موفقیت خودشون رو هم میبینن، افتخار میکنن. چون که ما مثلا از قهرمانی ورزشکارمون در کشورهای دیگر، از برآمدهای مثلا صنعتکارمون در کشورهای دیگر، مثلا چهارشنبه علوت در امریکا غلبه کرد، همه ما شاد شدیم. شاید از بین ما هزارها نفر باشن که چهارشنبه علوت رو من نشناسند. ما شاد شدیم برای چی؟ جا حسد نبردیم، زیرا آبروی مویم برداشت و من صنعتکار نیستم،
اگر من صنعتکار می بودم و برابرش چهارشنبه زحمت میکشیدم، چهارشنبه غلبه میکردم، من غلبه نمیکردم، شاید من شاد نمیشدم. یعنی حسد، رقابت، نابرابری، ویران شدن مناسبت ها در جای سر میزند که ما هر چند نفر برابر رفته ایستادیم. یکی نویل شد با موفقیت، تحفه را گرفت، ولی دیگری نویل نشد. خب آدم برکمال چیکار میکند؟ آدم برکمال میپرسد از این دوستش، میگه که من از موفقیت شاد هستم، تو بگو چیکار کردی؟ سیرت گو که من به تو پیروی کنم. من خرد بودم، مادر کلانم میگفتن که حسد نبر، پیروی کن. یک کلمه دیگر استفاده میبردن، این معنیش همین بود. بیاموز میگفتن از آدم موفق. زیرا حسد توی خودت میکشد، حسد قوه توی کم میکند. حسد چی است در واقع؟ حسد خیلی احساسات خطرناک برای خودی حسود است. زیرا او هر یک انسان در زندگی خودش موافق برداشت خودش دردها، المها، رنجش‌ها و مشکلات دارد. این زندگی صحنه امتحان هاست و همه امتحان های خودش می سپارد. الان که تصور کنید احوال بدی حسود رو، او با بالاکاری که اونقدر مشکل خودش دارد، از شدی یک کس دیگر رو بدبخت می شود. و اونجا سوال مطرح اون بود که من چیکار کنم که اگر در حالتی که با من حسد میبرند، با من مناسبتشون سرد میشد، به هر یک کار عملی من کوشش میکنن که یک خلل برسونند، من چی باید کنم؟ هیچ. شما باید آن احساسات آنها رو به خودشون بگذارید. شما اینجا مبارزه بردن نمیتوانید، شما یک نفر دیگه تغییر دادن نمیتوانید. یک حکمت عجیب است، یک معلم در جای به شاگردانش درس میدهد، اما یک نفر میگذارد اون معلم رو دشنام میدهد. معلم کارش دوام میدهد تا گشته سرش بگرداند، به اون طرف نگاه هم نمیکنه، آدم دشنام میدهد، میگذارد میرود. بعد شاگرداش میگن که چرا شما اون دشنام دو شما هیچ چیز نگفتید؟ شما اگر اجازه میدادید ما به آدم خودمون رفته جزا میدادیم. معلم تبسم میکند، میگه که اگر به شما یک نفر تحفه بیارد که به شما معقول نیست و تحفهش رو از اون نگیرید، تحفه در دست کی میماند؟ میگن در دست اون که اون تحفه رو آورد. پس میگه من تحفهش رو نگرفتم، این مال اوست. اگر شما در حالتی قرار داشته باشید که موفق شدید، در جای به شما مکافات پولی دادن یا نمیدونم کدام اثرتون، کدام شعرتون، من نمیدونم یک چیز دیگرتون آبرو زیادتر پیدا کرد و دیگرها در حق شما در پشت سرتون یا روبروتون بد گفتند، میتونید او رو به خودش بسپارید. من به عالم تو هیچ تاثیر رسانده نمیتونم. و در این حالت شما خودتون حمایت کردنش رو یاد میگیرید. زیرا ما نمیتوانیم عالم یک نفر دیگر رو روشن کنیم. اگر خودش چراغ در دستش نداشته باشد، ما با صد گوگرد بیاریم چراغ وی در نمیگیرد و گوگرد ما میتواند یک لحظه چراغ برای روشنی بخشد. عمر گوگرد چقدر است؟ او باید در دستش شمع یا چراغ داشته باشد که ما رو درگیرانیم. اگر ندارد کوشش ما بیهوده است. از این رو او رو به خودش میسپارید. اگر که دوست خوبتون بود از نگاه شما، میفهمید که دوست شما نبود است و همکارتون بود است. و یک روی خط است، یک طرز بازی است که مثلا یک دوره است، در مرکز دوره می ایستند آدمان نزدیکترین شما، بعد آدمانی که اندک دورترند با اندک دورترند. اگر شما همون آدم رو در روی خط نزدیکتون جا کرده باشید، از اون نرنجید، او رو بگیرید اینجا گذارید. گویا که از شناس ها بود است. این هم تو همکار بود است، این دوست من نبود است. زیرا دوست بودن کار آسان نیست و نیکی کردن هم کار آسان نیست. برای نیکی کردن چیزهایی هستند که انسان باید داشته باشد. باید همت داشته باشد، محبت داشته باشد، کمالات داشته باشد و جرأت داشته باشد. اگر این چهار چیز نباشند، انسان برای نیکی کردن قوه ندارد. از او چرا رنجیم؟ انسان برای موفقیت شما شاد شدن قوه ندارد. از او چرا رنجیم؟ برای دوست شما بودن قوه ندارد. از او رنجیده نمی شود. و دل خودتون رو هم حمایت میکنید، میگید که خیر و شکر میگید به اون که شما رو آفریده است. میگید که خب به این بهانه من دوستانم رو از غیر دوستانم جدا کردم. این علکی بود که برداشتم و اونجا چند دونه دوستی که بود خیلی کم بودن. من امیدوار بودم که در این میدان خیلی دوستی زیاد دارم، ولی یک برداشتن علقتی معلوم شد که یک قسمشان دوست بودن، یک قسمشان هم شناس بودن، یک قسمشان همکار بودن، یک قسمشان من آدم بیگانه بودن. ارزش هایتون اصلا موافقت نمیکرده است. اگر این امتحان ها نباشه شما آدم رو چخیل میشناسید. علاج آدم شناسی دیگر نیست. مکتب
آدم شناسی توسط همین علک ها کار میکند. ما در امتحان ها، در موفقیت ها و در بدبختی ها آدم رو میشناسیم. میگن دوست رو در بدبختی میشناسن، ولی من برای شما میگم که دوست در بدبختی نه، در خوشبختی میشناسن. بسیار آدمانی هستن که یک جو جنازه شود تا این وقت اگر مناسبت خوبم نداشته باشن دویده میروند، ولی تو چند روز دوست هستن ما نمیدونیم. شاید تماشا کنی میرن، شاید میخوان همون لحظه بدبختی شما رو ببینن، دلشون تسکین یابد که او چه خلاص شد و بیچاره شد. ولی ما بعضا اینا قبول میکنیم، همچین دوستی میگن ها اومده معرکه اومده رفته بود، ما از اون ندور میشیم. ولی در موفقیت دوست ها آسان‌تر شناخته میشن. اینجا همون تارهای حسد اگر باشد که خفته باشن تا این وقت، یکی ببینید که یک تا به دور میشن. اینجا شما دوستانتون رو میشناسید. و یک چیز مهمی دیگر است، در کجای باشید، خود در کارخانه، خود در همسایه ها، خود در بین خشتبار، هر وقتی که عمر رفتن میگیرد همون قدر دوستان شما کم میشه. ولی دوستی یک مناسبت شرطی است. اگر شرطش اجرا نشد آدم ها یک از هم دیگر دور میشن. یک رو مسافت دور میکند، یک کشور دیگر میرود رابطه ها کم میشه، یکی رو موفقیت های هم دیگر دور میکند، یکی رو بدبختی های هم دیگر دور میکند، یکی رو دیگران شور میاندازند، در بینشان یک نفاق میافتد و اگر دوستشان قوی نباشد، همتشان به اون قدر که ضرور است نرسیده باشد، اگر آنها دیگر قدرت آمدن رو از دوستشان پرسیدن که چرا همین خیل شد، همین گپ راست است یا نه، این قدرت رو ندارن و دوستی ها کنده می شوند. برای همین دوستی نخستین، دوستی همیشگی و دوستی یگانه شما، این شما خودتان هستید، اونی که در آینه هر صبح می بینید. با او صحبت کنید، با او غمخواری کنید، با او موفقیت بطلبید و با آنهای دیگری که در اطرافتان هستند می توانید در حقشان یک کف دعا کنید که انصاف و ایمان و وجدان و هر چیزی که با آنها ضرور است در موفق شدنشان از جای در کار خودشان بطلبند و خودشان بیابند. شما برای آنها کار زیاد کردن نمیتوانید. هنگامی که در باره محیط کارخانه ما صحبت میکنیم، همیشه باید در نظر بگیرید آنجا امیدواران زیادی هستند. هر کدام آنها با اینجا آمدند که موفق شوند و وقتی که نمیشوند خب باید از کسی برنجند، رنجش رو جای روانه کنند. این معنی ندارد که آنها آدمای بدی هستند. اینها هم آدمان زنده هستند، دردها، آزارها، رنجش‌های خودشان ندارند. و اگر دیدید که با آنها همین روز آشتان نمیپذیرد، هیچ گپ نی، آشتان علاهیده پذیرید. دوستان دیگر پیدا میکنید، جای آنها با یک نفر دیگر پر میشود. و از هم مهمش رنجش را در دلتان نسبت نفر، حتی اگر همین زمان از او احساس دشمنی را اگر درک کرده باشید، این رنجش را در دلتان ندارید. اون با منفعت شما نیست، با منفعت اون آدم هم نیست. و از همه مهم خود شما رو بیمار میکند رنجش. از هیچ چیز و از هیچ کس نترسید. حسودان یک دوره معین ضرر رسانده میتوانند، بعدا تمام میشود. همه چیز یک لیمیت خودش داره، به آخر میرسد. و از اون حسودان منتدار هم باشید که به شما چیزهایی را نشان میدهند که دوستتون نشان داده نمیتواند. یعنی شما خیلی کامیاب شده اید. در روانشناسی یک عباره عجیب است، میگن که اگر نفری به شما حسد میبرد، پس شما خیلی پیش صف هستید. افتخار کنید از خودتون. یعنی شما چند قدم بالا رفتید. کی حسد میبرد؟ اونی که همین موفقیت رو میخواست ولی دستش نرسید. اگر واقعا دوستی قدیمه داشته باشید، میتونید دستش بگید که برادر جان زیق نشو، بیا با هم قدمی نوبتی رو میگذاریم، من برات کمک میکنم. هر چیزی از دستم میپیاد، ولی در قدمانی خودت باید به غیرت باشی. ولی اگر که بینید که اونقدر رابطتون قوی نبود، محبت زیاد نداشتید، نرنجید، به حال خودش مانید. عیسی هم برای خود، موسی هم برای خود. و این عالم کلان است، ناپیدا کنار است، هر کس جای خودش را آنجا می‌یابد. این بود یک صحبت مختصر در موردی که چگونه در کارگاه ها ما مناسبت ها بنیاد کنیم. خلاصش همین است که امید زیاد نکنید. اکثر امیدهای ما باعث مشکلات زیاد زندگیمان میشه اگر امیدها بی بنیاد باشن. کسی رو نسنجیده با او تکیه کرده باشیم، طبیعی است که در یک حالت معین شاید او برداشت نکند و ما بیافتیم. برای منبع تکیه نمیکنید، احتیاط میکنید. تکیه رو به شانه خودتان، به پای خودتان. آباد باشید تا صحبت دیگر در تلویزیون سفید.